در کابل پایتخت افغانستان ده‌ها نفر به نشان اعتراض به قربان شدن مردم آسایشته در نوار غزه و در افغانستان به کوچه‌ها ریختند. اعتراضگران عملیات نظامی اسرائیل در سرزمین‌های فلسطینی نوار غزه را محکوم کردند. اسرائیل میگوید این عملیات قطعی حمله‌های فرامرزی جنگیان گروه حماس از غزه را به هدف دارد. اعتراضگران در کابل همچنین علیه حمله مردطلبانه روز 15 ایول که منجر به هلاکت 42 نفر در بازاری در جنوب شرق افغانستان شد اعتراض کردند. در قزاقستان ساکنانی که از منزل‌هایشان در نزدیکی آستانه کوچانده شده‌اند اعتراض دارند که با آنها جبران مناسب ندادند. منزل‌های این مردم در پیش‌روی بنیاد ساختمان‌های نو در پایتخت قزاقستان که با سرعت توسعه می‌یابد به دلیل برای ضرورت‌های دولتی مصادره شده است. ساکنان محله‌های خزانده شده می‌گویند تا زمان نائل شدن با ملاقات با نماینده پرزیدنت نورسلطان نظربایف با اعتراض خود در یک بنای دولتی در آستانه ادامه خواهند داد. در مسجد قدیمه قزان پایتخت جمهوری تاتاریستان روسیه مرکز نو اسلامی باز شد. مرکز جدید در بنای مسجد ساخت عصر 18 المرجانی بر پایه پل‌های خیریه به منظور تشویق فرهنگ تاتاری و اسلامی ساخته شده است. در پی مراسم افتتاح مرکز اسلامی برای حاضرین افطار دادند. در روستای دوردست زردآلوی قرقیزستان که تا حال از نیروی برق و نعمت‌های دیگری پیشرفت‌های معاصر محروم است، کودکستان ساختند. این کودکستان یکی از 35 مکتب تابستانه است که تشبث روزا اتونبای و صندوق یاری‌های رئیس جمهور سابق قرقیزستان بنیاد کرده است. در شمال و غرب پاکستان ساکنان فقرزده توسط یک برنامه نو کمک‌ها به حکومت محلی خوراکواری دریافت کردند. در پی رسمی آغاز این برنامه 70 میلیون دلاری به صدها نفر در شهر پشاور آرد و شکر و روغن تقسیم کردند.